چطوری؟ من گیم شات هستم. خوش اومدید ویدیو دیگه از کال آف دیوتی. بچه ها تا حالا به خودتون فکر کردید که چه کار کنم از نوب به پرو پلیر تبدیل بشید؟ من امروز در کال آف دیوتی میخوام بهتون آموزش حساب سری زدن در کال آف بهتون یاد بدم که یکی از مهمترین ابزار کال آف برای پرو پلیر شدن است. تا آخر ویدیو با من همه باشید. Let's go. بچه وارد قسمت سلاح میشید. این دیگه الان این قسمت من. این چیزایی که هست رو برمیدارید حالا میرید توی قسمت اتچمنت. حالا این چیزایی که هست رو گذاشتم و برمیدارید. این قسمت اینه که برش دارید حتما خیلی مهمه و این سریع میده و این بچه ها این دوتا که میبینید مثلا اینو میبینید این دوتا هم فرق میکنن. مثلا این رنگش قهوه‌ایه، این رنگش رنگ آهنه. خب حالا تیرم اینو بردارین. میتونین اینم بردارین ولی حالا من اینو برداشتم چون تیر زیادی داره. حالا قدرتم اینو برمیداریم که دارم. خب بچه لیزر هم این خواستی میتونیم برداریم ولی جا نداره. خب بچه بریم برای گیم پلیش که ببینید چطوریه و تمرین کنیم باش. بریم سراغ Let's go. روبیک بچه ها نسید خفن ما خیلی خفن میزنیم. تا سبه دلم من چند تا آدم بیارم. بچه میخوای راه دور بزنی؟ بریم بچه ها. بچه ها بایستی من درستش کنم اصلا درست نیست. سبه دین سبه من چی شده؟ بچه ها بریم درستش کنیم ببین چی شد. خودم نمیدونم چی شد. خب بازی درست شد. خب بریم بچه ها بریم گیم پلی باش بزنیم. بچه ها چند نفر پشت سرم میزنه؟ بی بچه ها 4 نفر پشت سرم میزنه. باز میکنم همین خیلی خفن میکشه. بچه من بهتون پیشنهاد کنم خیلی خوبه حتما توشش کنیم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. چرا خیلی خوبه. بچه ها بعدش میریم با یه انمی دیگه میزنیم ولی توی قسمت قبل بچه تو کامنت ها حتما بنویسید ویدیو بعدی درباره چی باشه. گفتم که لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بچه ها خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با همراه بودید. تا ویدیو بعد خدا حافظ.